Welcome to Iran Brothers. Thank you very much. Oh yeah. What's your name? Pete. Last name? Brad Pitt. Oh my God, Brad Pitt. Excuse me, what's your name? Matt. Last name? حشمت. خانم بهشت پن میرفتین درسته؟ بله بخور عزیزم شیرتو بخور دخترم شیرتو بخور دیگه نخوری میدم عمو بخوره بخور شیرتو میگم بخور میدم عمو بخوره وگرنه بخور شیرتو خانم تکلیف ما رو روشن کن اون که نمیخوره میخوره خانم یه لحظه بایستا نمیخوره یه لحظه بایستا میگن پیرمرد 20 ساله داره دنبال اونو مادر بچه میگرده که شاید بخوره ماست کردی خیلی سرده ماستو بریز تو قاشق صابون کف کرد یه دور بزن برگرد زنگ 110 آمبولانس بیاد. تو را با خدا اینو مسخره نکنین. این بچه بوده دنیا آمده تو گوشش گوزیدن گوسپیچ شده. هر دختر مو بلوندی نیاز به یک پسر چشم ابرو رشکی داره. اما تو خودت شدیداً به یه مرد سیبیل کلفتی با طبع بسیار سرد نیاز داری با یه ابرو انگار کتلت کاکو. اینجوری هم میکنه آشولاش. وای. حالا که پول دارم به دوست داشتنت نیازی نیست. سیکتیر. داداش تو 100% تو کار قاچاقی، این همه پول طبیعی نیست. مشتی صندوق صدقه زدی، این کارا چیه دیگه میکنی؟ این رفتار در شأن یک اسپرم برنده نیست، کوتاه بیا. بعدم روبالشیات مال جنگ جهانی سومه. مشتی تو که پول داری هزینه کن دیگه، عوضش کن. پاشو اصلا عرق کردی، پاشو برو تنکر بذار رو دورتون. اشغال هزینه داره. سلام آقا، خسته نباشی. سلام، چاکرم. خیار قلمی داری؟ خیار قلمی بری جلو مهمان؟ آره. ندارم جانم، تمام کردم. پسی چیه؟ این خیار سالادیه بری عقب به مهمان. میخوای؟ نه. خب بادمجان ببر. آی. ردیف. نه نمیخوام. خوبا؟ نمیبرم. خوشش میاد. قربان دست. چیزی ندارم دیگه. آی چیزی دارن نوبر. چه؟ مخصوص مهمان. نه قربان. بیا ببرش. بیا. قرآن زشتی زشتی نمیخوام هر سری اومدیم این ویلا به قرآن مجید خوبا رو شما برشید. بابا چیه اون؟ باشه بیا تو زشته لبش زده 500 تاشی اینجا زده 400 اینجا زده به قرآن رو بنده تو حساب میاد بالا نمیتونه بره زیرا. بابا خیلی من دوستم دارم، من نصرالله رو میخوام. باشه بابا ول کنیم به الکی نگیا. باشه پول حسابشون هم خودتون میدی، من نمیرسم، من خوابم میاد. باشه تو فقط بیا نام سعید، سن 30 سال، قد 1.93. برای دریافت قیمت عدد 2 رو ارسال کنید. الو خانم، من پشت دستمو داغ کرده بودم خرید اینترنتی نه کنم چی ای آشغال فرستیده دقا برم من سعید خواسته بودم اکبر فرستیده دقا برم. اون چی از هروئین سنگین‌تره، تخریبش از شیشه بدتره، از یه پاکت سیگار ارزون‌تره، خونه خرابت میکنه. جغ نمیگه روزی 3 وعده میزنم ای چشو هم ای کیو هم سونه داره. علی بدبخت شدم داداش، بیچاره شدم. دکتر بهم گفته باید لاغر بکنی. تنها رفیق لاغر من تویی. عشقم الان چی تنته؟ قربونت برم، منم هیچی تنم نیست. وای باز هیچی تنش نیست. کی قراره من تو رو ببینم؟ اگه ببینمه 2 ساعت چنان که 2 روز نتونی راه بری. قربونت برم. قربونت برم اینجوری نگو، من دارم ضعف میکنم. اگه این کارهایی که میگی رو برام بکنی من عاشقت میشم. 2 ساله فقط داریم با هم پشت تلفن از یه حرفا میزنیم. فردا ساعت 6 دیگه خونه ای ما. قربونت برم. فردا میشه برین اون مرتبه من یکم خجالت بیاد. خوبی؟ چه رنگی رو بیشتر دوست داری؟ من قلبسی. مرسی. چرا شما همیشه اینقدر
خجالتی هستیم تو وایس اینجوری نبودین آخه. آره کی میده خونه باز برام وایس بدیم. سلام. این دری که مهندس رضوان سعیدی فر گذاشته قفل از بیرون باز میشه، چارچوب برعکس گذاشتم با دوتا مهندس. اینم کوچه هست. جدیدن من خودمو جلو آینه میبینم به خودم حسودیم میشه، چه برسه شما که دیگه فالوور نمید هیت بدید. حق میدم بهتون چون بابا راست میگه دیگه، راست میگه. حالا گیریم بازم هیت دادیم. 3 ماهه دارم فوش کامنت مینویسم براش. چی شد؟ به جایی رسیدم. روز به روز ماشاءالله خوشتیبتر، خوشگلتر، موفقتر، بهتر باش دوست شیم. از این طریق باشیم بریم تو تیمش، بریم با دشمنی که به جایی نرسیدیم بریم تو تیمش، بلکه 2 نفر ما رو نگاه کردن. تو چطور اینقدر متواضع کم اعتماد به نفس؟ والا به خدا هر کی تیپ و قیافه استایل رو داشت الان دنیا رو زیر و رو کرده بود. تو متواضع جلو آینه اتاقت وایسادی فقط از خودت ویدیو میگیری. هالیوود چطور تا الان نرفتی؟ عجیبه. بس بابا این طرف ایرانی اینقدر به این بدبخت نگید سالاد، بگید سالاد، به این نگید سوس، بگید سوس. الو هلام آی ام قدسی. اصخایی میکنم اونجا آشپزخانه است. آشپزخانه خیلی یه سالت شیرازی حسم بیزش سالت شیرازی خوب. یه سالت فقط شاشش رو بیشتر کن. ساسش آقا پیسوادی سالات کنی سالد، سوس کنی ساسش رو قفشه مرد شارت ببرن گاسک. اگه تو هم مثل من از این خسته شدی که هر سری وقتی سگ تو بیرون می‌بینی. ببین زنگ میزنم ها، زنگ بزن داداش، بالاتر از سیاهی که رنگی نیست. الو سلام، خسته نباشی. آقا 2 تا از این لیوانایی که پای سگ میشورم میخواستم، یکی برای خودم یکی برای رفیقم. برای خودتون میخوای؟ نه چیزه ببخشید، یعنی برای سگ خودم و رفیقم. بفرمایید. فقط نژادشون چیه؟ نژادشون مال من که سالارش بیته، مال رفیقم هم از این پفک کوچولوها. کی گفته مال من کوچیکه؟ نه چیزه باشه منم. فقط آقا یه چیزی نرم باشه، من سگم حساس اذیت میشه. باشه حتما. و ترجیحاً صورتی باشه. ممنون. خدمت شما. خیلی ممنون، خیلی خوشگل بود. شما خودتون خوش سلیقه هستید. فقط جسارتا شما بیشتر از چه تایپ آقایونی خوشتون میاد؟ از پسرای عرب. عرب؟ چرا؟ چون خیلی اهمیت میدم و هم خرج کنم. شما چطور؟ از پسرای ژاپنی. چرا؟ هم سامورایی هم خیلی جنگی. خیلی عالی. خدمت شما دستتون درد نکنه. ببخشید جسارتا شما آقای عبدالامیر کاوازاکی. یه عینک میخواستم که با آیفون 15 پرو مکس هم ست کنم، چیزی دارین؟ مدلش هم باید میگفتی حتما. بله دارین یا نه؟ بله خانم، امروز جدیدترین مدل آیچوس برامون رسیده، اینو با آیفونتون ست بکنید. یه مدل دیگه هم هستش، مدل آسانچوسور. برای چوسی اومدن تو آسانسور موقع سلفی گرفتن خیلی جوابه. کافه هم میرین؟ خیلی زیاد. پس مدل چوسپرسو هم بهتون پیشنهاد میکنم. چوسپرسو اگه 2 تا برداری یا تخفیف ویژه چوسپرسو دبل هم میتونی استفاده بکنین. خیلی عینک خفنی، تو هر کافه بزنی تاپ چوس کافه میشی. عینک برای بلاگری هم داری؟ بله، مدل بلاچوس بهترین عینک برای بلاگریه. خوراک این کلیپاییه که میگه بیا با هم آماده شو یه سر بریم تا دستشویی برگردیم. یه مدل چوس دیت هم هستش که ان شاءالله ماه بعد میرسون دیگه برای قرارهای عاشقانه و 2 نفر است. بله خانم، تو جی آیور همه چی پیدا میشه. باشه من همه اینا رو برمیدارم. چقدر شد؟ 12 میلیون. چه خبره؟ اون دیگه چوس پرکنترین عینک‌ها رو بهت معرفی کردم دیگه. خالی خالی که نمیشه، چوسی اومدن هزینه داره. داش میخوام بدونم که چه دختری میتونه مخ شما رو بزنه. دختری که ماهانه 100 میلیون بزنه به کارتم. یک بده به ما خاطره داشته باشی واسه دوران پیری. خول عشق امشبم زار دفعه از روی اسم انگار روح من تو جسم.
هر چی میخوای بخرینی، کره میرینی، گوشت میرینی، پنیر میرینی، مربا میرینی، لپه میرینی، لوبیا میرینی، نوشابه میرینی، روغن میرینی. به گوش مسئولین یعنی منعکسش کردید یا نه؟ ها آقا به ما میگن هی برین پیش فرماندار، برین پیش استاندار، برین پیش رئیس جمهور، برین پیش نخست وزیر. شما رفتید آیا نتیجه هم گرفتید؟ نه آقا هیچ کدوم از اینا کونی. رئیس مجلس کونی، نماینده کونی، نمیدونم شهردار کونی، بخشدار کونی، استاندار کونی.